ضعیفون طفل همونجا رها کن. بیا که با هم فرار کنیم. بیادر تو چی میکنی؟ خدای خودت به بچیم کمک کن. او را در پناه خود داشته باش. یکی از اوناست. از بین رفتم. قماندان صاحب ما کوشش میکنیم که راه اونا را بسته کنیم. منتظر امر شما هستیم. درست است. زیاد متوجه باشین. اینجا در رودخانه یک جسد افتاده. هر چی زودتر چند نفر اینجا روان کنین. صدا ابراهیم است. بدو ایلی بدو. ابراهیم است. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди писариаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар тикток sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. تحمل کن ابراهیمه. ما میاییم پیشه. بچه قنده ابراهیمه. ترتیب شو. صبر کن فرار نکن. ایلی صبر کن. نزدیک نشین. نزدیک نشین. گفتم نزدیک نشین. ایلی اینجا بیا. نزدیک نشین. خواهش میکنم این کارو نکن. صبر کن. صبر کن. ایلی پس بیا. بسیار خطرناک است. صبر کن. خواهش میکنم این کارو نکن. گوش کنی این کارا نکنی. ایلیف صبر کن. صبر کن. بچه ایلیف صبر کن. سنم اینا نه زنده و نه مرده. او طفله پیدا کنه نمیتونن. با تو و دمیتم دخترم.
وعده میتم. قدرت چی گپ است جاله؟ مرا راحت بان. چی گپ است؟ خدمتکار در وقت جمع کردن وسایل اجرایی را پیدا کرده. قدرت بگی. لطفاً صبر کن. این کار نکن. دیدی؟ نخوای خواهش میکنم این کار نکن. نخوای این کار نکن. دینیز بدم. حالا مرا دستگیر کنین. حالا همه گیتان امروی ما بیاین. کمک کن. دفت اختطاف میکنه. یک کاری کن. گفتم استاد شو گفتم. پایین شو. درست. پایین شو. کمک کنی. اون طفل من همراه خود میبره. استاد شو. صبر کن. به خاطری که از بسیار وقت تا حال برای تو دروغ گفتیم معذرت میخوایم. سالها قبل یک رابطه را سپری کردیم. لازم نبود که او رابطه را سپری کنم. زمانی که امرای پدرت معرفی شدم اردوی ما میفهمیدیم که کار ما غلط است. اما ما مانع احساسات خود شده نتانستیم. از این رابطه نامشروط تو به دنیا آمدی. قدرت پدر واقعی تو نیست. پدر تو سنجر آیدین است. ایلیف چی گپ است؟ تو را چی شده؟ طفل ما برد. او را گیر کردن نتانستم یک کار کنی. کی برده؟ چی میگی تو؟ چی را برده؟ فرق قدرت کارای طفل ما همراه موتر برد. خواهش میکنم یک کار کنی. دینیز مگیرشان کردن نتانستم. سوار موتر شد و ابراهیم همراه خود برد. به خاطر که اصلا کشید موتر استاد کردم. بعدشم طفل ده موتر انداخت و فرار کرد. اسکر زود باش نمبر پلیتش بگیرین. تمام راه ها رو بسته کنه. زود شوید. زود باشید. دینیز دوچو یک کار کو. خواهش میکنم. ایلیف پلیسا تو رو به شفاخانه میبرن. ما یک کار میکنم. نه خیر. خواهش میکنم بچه ما پیدا کنید. من دیگه از شما هیچ چیز نمیخوایم. بریم دینیز. قدرت تو خوب هستی؟ قدرت کمک کنین. قدرت
درست است. خدا لعنتتان کنه. خانم شاله به شفاخانه ببریمش. تو این حالتش نمیبینی؟ زود باش برو دکترش بخوای. تایفون چی کردی؟ اثر حد تیر شده تانستین؟ چه قسم تیر شوم؟ چی میگی؟ پلیس ها هر طرف مرا تعقیب میکنن. فوادم مرد. مام همراه طفل هستم. تایفون دلت که غیب میشی یا دلت که بال میکشی و پرواز میکنی، اما او طفل از اونجا به کشف میدی؟ نه همون موتر است. استاد زیاد نزدیک نشو. امکان داره کدام مشکل پیش بیاد. خدا لعنتت کنه. حال اونا گیرم میکنن. در پیش تو طفل است احمق. تا زمانی که طفل امرایت از اونا هیچ کدامشان کاری کردن نمیتونن. گپا فهمیدی؟ ایلیف صبر کن. ایلیف چی میکنی؟ دنیز خواهش میکنم بانک پیش بچه‌ام برا. پیش تو در میکنم بانک برا. ایلیف اینجا بیا. چتیات نگو دی وقت. هم به خودم به ابراهیم مشکل ایجاد میکنی. هوش کنی کارا نکنی. بلند گوره بته. حالا دیگه تمام شد. از موتر پایین شو. دفلت موتر بانو خودت پایین شو. تایفون صدای ما بشنوی؟ ما نمیخوایم که به تو ضرر برسانیم. از موتر پایین شو خودت تسلیم کن. خانواده طفل از تو شکایت نخواد کرد. صدای ما بشنوی؟ به خاطر که جزایت کم شود باید خودت تسلیم کنی تایفون. قبول نمیکنم. با بچه‌ام ضرر میرسانه دنیز. آماده باشین و تسلیم میشه. خدایا ما قماندان دنیز هستم. هیچ کسی فایر نکنه. هیچ کسی فایر نکنه. امر میکنم کسی فایر نکنه. ما قماندان دنیز آیدین هستم. ببین من گفتم کسی به تو ضرر نمیرسان. هیچ کسی برات ضرر نمیرسانه. طفل رها کن. من مادر اون طفلک هستم. او هنوز بسیار خورده است. خواهش میکنیم به او ضرر نرسان. لطفا او را به ما بده. حبیبی ما به خاطر خود چیزی نمیخواهیم. صرف به خاطر اون طفل است. او هنوز بسیار خورده است. لطفا با او کار نکنه. باس از دگه. اگر نمیخواین که طفل بکشم دور شوین. نخواهی. بگوین چی کنیم آقا؟
امکان داره به خاطر ابراهیم خطرناک باشه. بانش که بره. چند دقیقه مصروف می‌سازیم جنرال صاحب. در بین ما یک نشاندن بسیار ماهر است. منتظر امر شما هستیم جنرال صاحب. دنیس بسیار خطرناک است، بسیار. بالای ما اعتماد کنین جنرال صاحب. اگه بار از پیش ما فرار کنه باز پیدا کردنش بسیار مشکل خواهد بود. خدایا کمکم کن. خدایا کمکم کن. از تو به جای خود برو. دنیزی کارا نکو. دنیز اگه کار کردن نتانیم، اگه طفل ما را چیزی شود چی؟ غیر از دعا کردن دیگه هیچ شانسی نداریم. بعد از این غیر از دعا کردن دیگه هیچ شانسی نداریم. چطور قسم حمله بالایتان میه آقا قدرت؟ چی بفهمم؟ یک دفعه سرم درد میگیره، بعد از اون لرزه پیدا میکنم. چیز مهم نیست دکتر. قبلا که آمده بودین بعض معاینات انجام داده بودیم، به یاد دارین؟ گفتین قبلا هم قسم شده بودی قدرت؟ متاسفانه وضعیت از چیزی که شما فکر میکنین جدی تر است. دکتر چی چطیات میگی؟ هر چیز میگی زود بگو. یک قسمت از مرض باید پیوند بدیم. یعنی سرطان هست؟ این سرد شدنه یک بارگی بدنش بزرگترین دلیل مریضی است. گفتم تو چطیات میگی؟ در تمام عمرم حتی زکامم نشدیم. این مریضی کوچک مرا از بین برده نمیتونه. نامم قدرت کارای است. هیچ چیز مانع ما شده نمیتونه. برو از اینجا چطیات نگو، برو. دکتر بیا اینجا بیا. گپما گوش کن. اگر از این وضعیت کسی خبر شوه باور کو که قبل از ما به دیگه دنیا تو را روان میکنم. متوجه باش. حال از پیشم گم شو. دوای که نشته میکنم برش بگیرین. نباید طالبتین خانم جاله. چی میگم؟ ما میتونیم توافق کنیم. ما به حیث خانوادهش از تو شکایت نمیکنیم. برات بعد میدونیم به خاطر که کمترین جزا رو ببینی هر کاری از دست ما بیایی انجام بدیم. کافیست که مادرش به طفل خود برسه. حالا طایفه حالا منصرف شو از این کار. موترایتان پس ببرین. با آخرین بار براتان میگم اگر نمیخواین که طفله بکشم پس دور برین. دنی فقط یک چانس داری. صبر کنید.
نکنید. صبر کنید لطفا، این کار نکنید. اینی صبر کن. احمقا، یعنی که مرا فریب داده، خودتانی را خواستین. صبر کن ببین، مامانه اونا شدم، اجازه ندادم که بالای تو شلیک کنن. حالا نوبت تو است تا کم دل بسازم. دور برو، پس باش. هوش کنی به او ضرر نرسانی، هوش کنی. خواهش میکنم بانگی یک بار بچه من لمس کنم او را تا آغوش بگیرم، ازت خواهش میکنم. نزدیک نشو. صبر کن. درسته. او طرف برو. این رفتم. او طرف برو. با پلیسا بگوین عقب برن. زود باشین. درست است، برشان میگم که پشت سر برن. حالا تمام واحدها صدای ما میشنوید؟ ما قماندان دنیز آیدین هستم. زود از جایتان دور شوید. سالهایتان را پایین کنین و راه را باز کنین. ما هم عقب نشینی میکنیم. اگر نه خدای نخواسته به بچه‌ام ضرر میرسان. امیدشون تمام. اسکر ما هم پشت سر میریم. سلایتا پایین کو. مرا خواستین جنرال صاحب؟ خب کلگی رفت؟ بله جنرال صاحب، تنها ماندیم. چرا سنجر را به اینجا ناوردین؟ راستش جنرال صاحب کمی گد ودی شده. تایفون نتانسته که طفل از سرحد تیر کنه. دا با این گیر مانده. تو چی گفته میری بیعقل؟ خانواده طفل ردش پیدا کردن. پلیس ها محاصرش کردن. جنرال سنجرام اونجاست. سنجرام؟ خوب است. حالا که سنجر به اونجا رفته، حتما کلام گپ مهم است. زود با تایفون تماس بگیرین. جنرال صاحب امکان داره او دستگیر شده. گفتم زنگ بزن. ای چی میکنه؟ فکر میکنم نجات یافتیم، راه را باز میکنن. پس خوب گوش کن. پدر طفل امرای خود میبری، درست است؟ چی؟ کاری که گفتم انجام بده. از اونجا امرای قماندان یک جا برین. با آمر زنگ بزن. جای تایفون برش بگو و رفته ارتشانه بگیرم. امرتان به جمعش جنرال صاحب. اول یک بار امرای دینیز گپ بزنیم، بعد از وام با تبت واقعیت ها را بگویم، ببینیم که سنجر توسط کدام بچه خود کشته خود شد. یه احمق چی میکنه؟ پدر ای طفل کی است؟ من هستم. تو هم همراه ما میایی؟ چی؟ دینیز صبر کن. ما تا شام منتظر شما باشم. صبر کن. او بچه من است پدر. او صبر کن که چی میکنه؟ اگه به جای من تو میبودی چی میکردی؟ دینیز عجله کو. اسلحه تا با ما بده. حرکت کو، حالا سر جلو بشین. زود باش. سوار شو، زود باش. بالایت باور دار.
خوب شد که همراه اسلحه آمدی. یک بار که اسلحه آب بافته باز دیگه کار نمیکنه. تو میفهمی که با تبت چی بگویم تو نیست؟ میفهمم آقا. خوب است. این نامه را به او بده. برش بگو وقتی که لوازم ایجا را جمع میکردی ای را پیدا کردی از این نامه کسی خبر ندارم. درست است آقا. فردا بیا که باز در مورد او کارم را گپ بزنم. باید شما آقا. بزودی مشوقیت در کنارت میای خانم ایجا. بزودی. اوه مشوقیت زنگ زده خانم ایجا. مشوقیت بله. تو برش گفتی که دنیزه بگیر اما تو نیست؟ تو در تلفن همراهی و احمق گپ زدی؟ تو چرا سر خود قدر فشار میاری؟ تو میترسی که بچه حقیقت خواهد فهمید ها؟ کدام حقیقت؟ کدام حقیقت؟ راست میگی. ما قسم بازی میکنیم که ما از این چیز خبر نداریم. اما تو نیست؟ گوش کن. هنوزم اونا سر تو اعتماد دارن. تو پشت چی را گرفتی؟ حقیقت. اما اگه خواهد فهمیدن که تو چه قسم یک انسان هستی دیگه با تو هیچ کس باور کردن نمیتونه. تمام این کارا را من انجام خواهد دادم و با بسیار خوشحالی. خب بیا دیگه. اگر قدرتش داری بیا مانع مشو. گوش کن. بچه ما نواسه ما رها نکنی. اگر با یک تار موی اونا ضرر برسانی میفهمی که من همراهی تو چی میکنم جنرال قدرت؟ بله بله. قاتکت لعنتی قاتکت. انسان نباید اینقدر چیغ بزنه سنجر. بله میشنوین؟ صداها را ثبت کرده تانستین؟ خوب است. چی شده احمق؟ تیلش خلاص شده. آی احمق، یک چند لیتر تیل خودی منداختی؟ پایین شو. گفتم پایین شو. تو چی میکنی احمق؟ بنده بوتم باز شده. عجله کو استاد شو. عجله کو. لعنتی. بچه بچه حالا چی خواهد شد؟ نمیفهمم دنیز به تنهایی چی خواهد کرد. تشویش نکنین. بالای قماندان دنیز اعتماد داشته باشین. او موفق خواهد شد. استاپ شو. استاپ شو. استاپ شو. صبر کن. صبر کن. صبر کن. بفرمایید کدام مشکل است؟ در اونجا یک آدم است. مجرم است. در اونجا افتیده برین رو دستگیر کنه. به از پلیس سرحدی هم میرسه. درست است. شما همینجا در موتر منتظر باشین. ما میریم اونا رو دستگیر میکنیم. قماندان صاحب. بشی بچه کنیم. اینجا بشی. آفرین. تایفون. تایفون. استاد شو. من قماندان دنیز آیدین هستم. صدای من میشنوین؟ قماندان دنیز آیدین هستم. میشنوم قماندان صاحب. تایفون زخمی ساختم. فعلا 2 نفر با لباس پلیس سر ما فایر دارن. فهمیده شد؟ فهمیده شد قماندان صاحب. فکر میکنم که ما بسیار به شما نزدیک هستیم. میشه که من گپ بزنم؟ دنیز تو خوب هستی؟ بچه ما را گرفتی؟ بله ایلیف گرفتمش. بچه ما برات میارم. تشویش نکن. دنیز
دنیز تو خوب هستی؟ دنیز یک چیز بگو. سلام جانم، پدرت خانه است؟ بله پدر جان. سلام آقا تیبی، ما پیش مادرتان کار میکنم. چندین بار با شما روبرو شده بودم. بله به یادم آمد، بفرمایید. لوازم مادرتان که جمع میکرد و میره پیدا کرد. اینجا چی گپ است؟ موتر خالی است میبینه. قماندان دنیز به دام انداختن. کی قماندان دنیز به دام انداخته بود؟ دنیز در مورد پلیسای تقلبی خبر داد. هم دنیز هم طفلم پیش اون هستن. لطفا یک کار کنین این رقم استاد نشه. دنیز همراه نواسم در پیش اونا است. زود باشین با تعقیبشون میریم اونا رو نجات میدیم. حالا دیگه حالا برین. زود چوه. صدای مرمی از اون طرف میاد. عجله کنین. کجاست؟ کدام طرف فرار کرد؟ دیگه میخوای طفل پایین بندازم. طفل پایین بندازم. قدرت پدر واقعی تو نیست. پدر تو سنجرهای دین است. شما خوب هستین آقا؟ میخوایم کمی تنها باشم. معذرت میخوایم. درست است، من میرم. کسی دیگه تا حالی نامه را ندیده؟ نه خیر. درست است، تشکر. در اصل من باید با شما یک چیزی بگویم. دختر قندم، تو به اتاقت برو، من چند دقیقه بعد میایم. من میفهمم که خانمی جرکی از بین برده. کی؟ بیارنش.
چوچگک به ما بتین. خوش آمدی ابراهیم کوچک، خوش آمدی. یعنی که با ما توف آوردی دست خالی نامدی ها؟ از او خاطر با یک تیر دوشه کار کردیم ها؟ ایره بگیرین. تو بیا. ما در اصل نظر به نقشه پیش می رفتیم، اما زمان که اطفال از موتر فرار کردن. با تو کی گفت که طفل اختطاف کو؟ شما؟ نخیر بیاقل، ما تنها وسیله شدم. پدر کلانش خواست که اختطافش کنی. ما هیچ چیز نفهمیدم. دیگه چیز نیست که قابل فهم نباشه. جنرال سنجر این طفل او چادر پوش نمیخواست و شما را به خدمت گرفت. شما هم طفل اختطاف کردین. تمام قصه اما قسم است. فهمیدی؟ خوب است. شما حالا به ما میگین که مادرم سنجرالدین به قتل رسانده؟ همیشه وقتی که خانم میشه و آقا سنجر با هم در تلفن گپ میزدن ما گوش میکردم. میگفتن که آقا قدرت از همه چیز خبر شده. درست است، اما چرا؟ بعد از قتل چرا این قسم یک کار کنه؟ نمیفهمم. اما یک روز قبل از اینکه مادرتان ناپدید شد آقا سنجر خانه آمده بود. آقا قدرت در خانه نبود. اونا با هم زیاد جنگ کردن. گفت اگه حقیقتا با آقا قدرت یا با کسی دیگه بگویی پس من خودم تو را از بین میبرم. هیچ کدام کار از دست ما نمیاد جنرال صاحب. ما میفهمیم که تمام این کارا را قدرت کارایی میکنه، اما ثابت ساخته نمیتونیم. شما خو حتما این را میفهمین که قدرت کارای کجاست. نمیفهمم الیف، نمیفهمم. اگه میفهمیدم نواسه امرای بچه‌م از پیشان میگرفتم. خب هدف من او نبود. دینیز گفت که زمانی که قدرت کارای دستگیر شده بود شما گفته بودین که جایشم میفهمین. لطفاً دیگه چاپ نباشین. ما آرام نمیباشم الیف. تو هنوز مرا نشناختی. ما دستیسه های قدرت کارای میفهمم. او را خوب میشناسم. به خود یک جای دیگر را پیدا کرده. خیلی وقت میشه که من امرای او کار نمیکنم. متاسفانه جایش نمیفهمم. کاش که میفهمیدم اما نمیفهمم. تشویش نکنین آقا، هیچ شک نداشته باشه. ما تمام اوامر شما را به بسیار خوشحالی انجام میدیم. امرای قدرت کارای کار میکنی. شور نخو. بچه امرای نواسم کجاست؟ اینجا مرکز امنیت است. متوجه حرکتتان باشین. شما کی هستین؟ در مورد چی گپ میزنین؟ فکر میکنی که مرا با این گپای ناقد فریب داده میتونی؟ ما با این گپات فریب نمیخورم. نواسم کجاست؟ بچه‌م کجاست؟ زود چو برم بگا. شما در مورد کدام نواسیتون گپ میزنین؟ تو فکر کردی که ما را فریب داده میتونی؟ بچه‌م کجاست؟ در مورد او گپ میزنم. بگو دیگه. میخوایی که همیال رفته همراهی مدیر گپ بزنم؟ پس برم بگو که بچه‌م کجاست. زود شو جایش برم نشان بده. قدرت کارای در خانه خود است. در مورد بچه‌تون و نواسیتون خبر ندارم. آقا قدرت، قسمی که شما گفته بودین سنجر را به خانه تون روان کردم. خوب است، خوب است. حالا اینجا را بکن.
شما در مورد چی گپ زدین؟ او جای قدرت کارای گفت چیز فهمیدین؟ الیف تو در این کار دخالت نکن. کسی که گم شده بچه ایم است. دینیزم میخواست که او را نجات بده که تدام اونو افتاد. هر چیزی که شما فهمیدین من کاملا حق دارم که بفهمم. بیبی دخترم، این مسئله در بین ما و قدرت کارای است. اگر کمی عقل داشته باشی در این کار دخالت نمی کنی. بسیار خطرناک است. پس دخالت نکن. چی را سایل داری ها؟ حالا ادامه بده بکن. بیل بزن. وقت جسد از قبر بیرون کردی در یک پتو توبته ببرش در موتر سنجر بانش فهمیدین؟ حالا عجله کو بکن. عجله کو نانه خوردیم. انسان احمق. انسان احمق تو را از بین میبرم. بچه‌م کجاست؟ بگو کجاست؟ مثل بارود میباشه درد اولاد ما درکت میکنم. بله بچه‌م کجاست؟ با او چی کردی؟ او کجاست؟ خامندان چرا این از پدرت نپرسیدی ها؟ ای با پدرم چی ربط داره؟ بگو. تمام این کارا را با پدرت یک جا برنامه ریزی کردیم. دروغ میگی بیشرف. دروغ میگی احمق. برم بگو که پدرت تا امروز به خاطر نواسه خود چی کارا را انجام داده ها؟ قماندان اگه پدرت میخواست نواسه خود پیدا میکرد. وام درست قسمه که آب مینوشی اما تو نیست. اما او نخواست که پیداش کنم. این گپا را به خاطر میزنی که ما را در مقابل هم قرار بدی. اما به این کارت موفق نمیشی. او پلیسای ساختگی چه قسم آماده بودن ها؟ کی اونا را به اونجا روان کرده بود؟ استاد شد. بفرمایید کدام مشکل است؟ در اونجا یک نفر است. مجرم است. در اونجا هفته دوره دستگیر کنید. بیزو پلیسای سرحدی ها میرسن. درست است. شما اینجا در موتر منتظر باشید. ما میریم اونا را دستگیر میکنیم. البته که پدرت اونا را روان کرده بود. بعد از وام از پشت اونا با اونجا آمد. میفهمی که چرا ها؟ به خاطر که بفهم لحظه به لحظه چی کارا صورت میگیره. این کار به خاطر ابراهیم خطرناک است. بانش که بره. دنیس با پلیسا بگو که پس برن. زود باش. نمیفهمم یه آدم میخواه چی کنم. نه خیر تو دروغ میگی. گفتی دروغ؟ تو گفتی که دنیزه بگیرن اما تو نیست. تو در تلفون همراهی و احمق گفتی. تو چرا اینقدر ور خطا شدی ها؟ میترسی که بچهت حقیقت بفهمه ها؟ حقیقت چی؟ راست میگی. ما امو بازی را انجام میتیم که ما از این چیز خبر نمی داشته باشم. اما تو نیست. گوش کن اونا هنوزم سر تو اعتماد دارن. تو پشت چی را گرفتی؟ پشت حقیقت. همگی خواد فهمید که تو چی قسم یک انسان هستی. تو دیگه با هیچ کسی دروغ گفته نمیتونی. تمام این کارهای تا ما انجام میتم. وام با بسیار خوشحالی. حالا ببینیم که اگه مانع شده میتونی بیا. وقتی که سنم مرد ما خواستم انتقام بگیرم. پدرتم خواست که از نواسه خود نجات پیدا کنم. زمانی که منفعت مورد بحث باشه امکان داره که بزرگترین دشمنام دوست شون. نه خیر تو دروغ میگی. اگه تو باشه پس چرا پدر ما پیش ما افشا میسازی؟ چرا این گپا رو برای ما میفهمونی؟
چرا که من خبر شدم پدرت معشوقه ایژا بوده. چی؟ راست میگم. تبتم بچه من نیست، بچه پدر تو است. تبریک باشه قماندان، تو صاحب یک برادر شدیم. با دیدن جنرال سنجر آمدیم. جنرال سنجر هنوز نامده. تبت؟ در اینجا چی میکنی؟ چیزی شده؟ سلام خانم شنایی. سلام. ما به خاطر گپ زدن رای قسنجر آمدیم. اوف تبت جان، شاید خبر داشته باشی نواسی ما اختطاف شده. سنجرم امرای دینیز است. کدام چیز مهم بود؟ چی؟ چیزی که میخواستی دربارش گپ بزنی مهم بود؟ در مورد مادرم بود. این موضوع با سنجر چی ارتباط داره؟ به هر صورت ما یک قسم امرایش به تماس میشم. روزتان خوش. داخل بیا. قماندان، با ما یک کار کوچک پیدا شد. تو هم یگان چیز بیشی سیل کو. جسد کشیدین؟ بله کشیدیم جنرال صاحب. خوب است. چند دقیقه بعد سنجرم میرسم. من کوشش میکنم که او را منصرف بسازم. شما هم زودتر کارتان انجام بدین. اطاعت میشه جنرال صاحب. تو رفتم میتونی. بفرما. بچه ما نواسم کجاست؟ اوف، تو از چیزای تکراری خسته نشدی ها؟ همراه ما بازی نکو، پشیمان خاط شدی. اوه زیاد ترسیدم. بچه ما نواسم کجاست؟ تمام زورت اما قدر بود سنجر؟ بچه‌م کجاست؟ بگو بچه‌م کجاست؟ او رو در کجا پنهان کردی؟ چرا گپ نمیزنی؟ نه خیر ابراهیم. ابراهیم! دنیس؟ مرا از اینجا بیرون کنن.
قدرتکارای من از اینجا بیرون کنین. دینیس چی شده؟ چی شده؟ ورشو بچه من رها کنین. پدر بچه من رها کنین. تو چی میگی بچه؟ دروغ نگو. ما با دینیس گفتم که ما یک جا طفل اختطاف کردیم. چی؟ بیبی اینا قاچاق برا هستن. بچه تا به سرحد میبرن. سرحد؟ نخیر نخیر. پدر بس کنین چتیاتا. پدر و موتر استاد کنین. تو دیوانه شدی بچه؟ من چرا این رقم یک کار انجام بتم؟ و میفهمین در سرحد یعنی جنگ جریان داره. تو چی میگی؟ زیاد گپ نزن. چه باش؟ پدر چطور یک قسم یک کار انجام میدی؟ چطور؟ بچه تا به یک مسیحی تبدیل میکنن. بعدن هم او را به یک خانواده سروستانی میتن. نخیر نخیر. بچه ما هیچ یک کاری را نکردیم. چه باش؟ پدر خواهش میکنم ابراهیم نواسط است. بچه به ما اعتماد کویی میخواه ما را دشمن بسازه. سریع به عقل باور نکو دینیس. پدر لطفاً پدر به این اندازه به وجدان نباشین. ابراهیم نواسطان است. بچم طرف ما ببین. طرف چشمایم ببین. این میخواه بین ما تفرقه بندازه. چرا نمیفهمی؟ باید به ما اعتماد کنی بچم. قماندان دینیس باور نکن. درست است. در اول مامو طفله نمیخواستم اما آلی او را زیاد دوست دارم. او نواسه بس بچه. او نواسه من. چرا گپ من نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟ پس لطفاً موتر متوقف بساز. من نمیفهمم که او موتر کجاست. نمیفهمم. اگه نه او را متوقف میساختم. این میفهمم باور کن. گفتم تو چپ باش. اگه نه او زبانت از حلقومت بیرون میکشم. دینیس بی او طرف بی. بچه طرف تو دست خود بلند میکنم. نه خیر. نه خیر. درست است بچیم. ما امرایت وعده میکنم. نواسم ابراهیم پیدا میکنم. وعده است. وعده میکنم. از جایت بخیز. گفتم از جایت بخیز. حرکت کن. حرکت کن. دروازه را باز کن. سلایتان با زمین بانین. اگر نمیزنمش. زود باشین. زود شوین. حرکت کن. دستایی را بسته کنین. یک رسپان بیارین. عجله کنین. به پلیس خبر بدیم جنرال صاحب. داخل برین. دروازه را بسته کنین. داخل برین.
حرکات کا. ضرور نیست. در داخل موتر میشینم. بیازو دستایم بسته است. امرتان به جایی میشه. بفرمایید. صبر کن. استاد شو. الیف فقط تو کم بودی. حالا از چه پایین شو. پایین نمیشم. هر جایی که شما میرین ما میرم. زیاد گپ نزن. میخوایی همراه ما بیایی؟ از راه یگان تای دیگرم میگیرین یا نه؟ تو دانت بسکا. درست است بیا. اما چیزی را که میبینی مطمئن استم خوشت نخواهد آمد. حرکت میکنی. حالا بیبی ما غلط نفهمیدیم. تو و دینیز با هم بیادر هستین همین قسم است؟ ما برات میگم که امکان داره سنجرالدین مادر ما به قتل رسانده باشه، اما تو در چی فکر هستی؟ جنرال سنجر امکان داره بسیار کارهای بد انجام داده باشه، اما نمیتونه خانم جره به قتل برسانه. گوش کن. خدمتکار گفت که او مادر ما تهدید به مرگ کرده بود. انسان زمانی که قهر میشه امکان داره هر چیزی بگویه. راستش تو و دینیز چند بار همراه دیگه مقابل شدین. همین موضوعات بین شما هم رخ دادن. هردم هم یاد یک راپور رسید بیادر. یک کسی زنگ زده گفت که در طولبکس یک موتر جسد خانم است. نمبر پلید موترش گرفتیم؟ گرفتیم. ما بررسیش کردم. موتر مربوط سنجرالدین. ما کجا میریم؟ بچه بله اردام مستم دینیز. بیادر فعلا تو کجاستی؟ پلیس تا تمام جای تو را میپاله. قدرت همراه پدرم یک جا شده ابراهیم اختطاف کردن. چی؟ ابراهیم از سرحد تیر میکنه. او را به مرکز جنگ میبرن. چرا نمیفهمی اردام؟ نمبر پلیتش برات میگم. با تمام واحدا خبر بده. به ما یک موتر روان کن لطفاً. ما بچه ما باید پیدا کنم لطفاً. درست است بیادر. میبخشی میشه چند دقیقه منتظر باشی؟ با بچم خو کدام ضرر نرساندینه؟ از او چو جواب بده. یک چیز بگو دینیز خوب است یا نه؟ شما خانم شوهر اردیتون احمق هستین. اردیتون احمق‌های یک جا شدین. گوش کن. ایران بفهم که تنها من نیستم که بچه تو را اختطاف کردیم. چپاش. گوش کن. دینیز در مورد حقیقت خبر شد. یام حق داره که بفهمه. ها مادرش است. کدام حقیقت؟ شما چی میگی؟ حالا تو برش میگی یا که ما برش بگویم جنرال صاحب؟ ها؟ برات گفتم چپاش. پلیس. برفین. بیادر برفین خواهر. قربان چاومی قسم نکن. تو نمیفهمی که من تو را چقدر دوست دارم؟ اگر دوستم میداشتی گپ ما قبول میکردی، از من منصرف نمیشدی. برفین کی گفته که ما از تو منصرف شدیم؟ دوران ولی از خدا غرضش نگی. بیشرف. دوران تو احمق به خود مینازی. بچی بی حیثیت.
دوران این کار نکن. بگو دوران تو امو کسی نیستی که در خانه منو کاری میکنی؟ تو از نانو نمک ما میخوری؟ ها؟ امو کس نیستی؟ با کدام جرات نبرفی این چشم دختی ها؟ با کدام جرات؟ دوران بگو بیشتر. تمام بخش‌ها خبر باشد. یک موتر با پلیت مخصوص شماره 34 به طرف سرک بلاسکو استانبول روان است. ما عامر اردام هستم. به طرف مسیری که گفتن روان هستیم. چرا اینقدر میترسی؟ فکر میکنی که نجات پیدا میکنی اما تو نیست؟ آفرین فرار کن. آخر نه آخر دستگیر خواهد شدی. گفتم دهنت بسته کن چپش. اینقدر زحمت نکش. تو فرار کردن نمیتونی. گپ نزن. موتر استاد کو. گفتم موتر استاد کو سنجر. دیگه نمیخوایم چیزی بشنوم چپش. گفتم موتر استاد کو بیا خل. دست پیدا کو. استاد کو. فش شو. چی میکنی؟ درست است لیف، درست است، آرام باش. شما چی میکنید؟ این را نباید چیزی شود تا بگوید بچه‌م کجاست؟ او را چیزی نمیشه، تشویش نکن. او تنها بیهوش شده. آیسته برو، موتر گیر کردن. آیسته برو. چی کردین؟ بچه ما پیدا کردین؟ نه خیر قماندان صاحب، در این موتر چندان نبوجی بود، دیگه چیز نبود. باز ما را فریب دادن. بس است دیگه، بس است. پایین شو، حرکت کن. حالا دیگه، حالا. چرا اینجا آمدیم؟ الیف، تو میخوایی که بفهمی بچه‌ت کجاست؟ میخوایی؟ البته که میخوایم. پس از ما سوال نپرس. نپرس الیف. حالا دیگه حرکت کن. چطور امکان داره؟ نمیفهمم که این آدم از پیش پلیس چطور فرار کرد. لطفاً آرام باش دیگه. او را حتما دستگیر میکنیم. گوش کن، جسد مادر من در طول بکس موتر او آدم است. تو اگه به جای من میبودی آرام بوده میتونستی؟ ها؟ کجا میری؟ ما پیداش میکنم، آخر نه آخر او را پیدا میکنم. بله دینیز، ولی از خدا بگو که ابراهیم پیدا کردی. یک خبر خوش خبرم بده بیادر. نه خیر اردم، هیچ چیز را پیدا نکردیم. اونا بازی موش پشک همراه ما گرفتن. پدرم چی شد؟ از دست ما فرار کرد. دنیز، میخوایم که یک چیز برات بگویم. حال نگاه اردم، حال نگاه. شور نخوا. شور نخو. حالا بیا دیگه، بیا گفتم اینجا. گفتم شور نخوا. فکر میکنی ای کار کده میتونی ها؟ چرا ای کار میکنی؟
حال خود دیدی که من چی میکنم. خود دیدی که چی میکنم. مرا امرای اومید ترسانی ها؟ اما تو نه سنجر. میبینی حال خود دیدی که میترسی یا نه؟ بگو نواسب کجاست؟ بگو هلیف روش کنی پیش پولیسا نری. روش کنی اگر نه هرگز هیچ وقت هیچ کدام ما ابراهیم دیدن نمیتونیم. ببینید اما این کار شما هم درست نیست. هلیف تو در این وقت مورد درست بودن گپ میزنی؟ ایمار مرا همراه بچم دشمن ساخته. دینیز فکر میکنه که من نواسم اختطاف کردیم. فکر میکنه که ما او را اختطاف کردیم. چی؟ یه احمق با یک بهانه بچه ما داخل خانه خود ساخت. با دروغای خود مغز بچه ما شستشو داد. دروغ میگه. با هم یک جا برنامه ریزی کردیم. ما فقط انتقام سانما گرفتم. یام طفل یک چادر پوش اختطاف کرد. با او باور نکوی لیف. اگه یه قسم می بود ما در اینجا چی میکردم؟ چی میکردم؟ ما چرا باید کوشش کنم که یادم از سر گپ بیارم ها؟ چرا باید کوشش کنم که جای نواسه ما بفهمم؟ چرا باید کوشش کنم که از این گپ بگیرم؟ کوشش میکنه که با چشم تو پرده بندازم. باور نکو. فکرت قدوات میکنه. گفتم باور نکو. بازن من نفس گرفتن نمیتونم. هلیف تو مجبور هستی که بالای من اعتماد کنی. من نواسم اختطاف نکردیم. ما او رو اختطاف نکردیم. گپ بزن. گپ بزن. نواسم کجاست؟ احمق بود سنجر. چرا گریه میکنی ها؟ آدم احمق گپ بزن. گپ بزن گفتم. گپ بزن. بله هلیف دینیز چی شده؟ چرا صدایت قسم میه؟ موبایل پدرم پیش تو چی میکنه؟ دینیز تو باید زود اینجا بیایی. کاملا حیران ماندیم که بالای گپ کی باور کنم. هلیف تو کجاستی؟ نمیفهمم دینیز. بشنو یک جای است که از شهر دور است. یک فابریکه قدیمی است. هلیف تو چی میکنی؟ نه که به پلیس زنگ میزنی؟ نه خیر دینیز زنگ زده. دینیز زنگ زده؟ بله دینیز بچم تو بالای من اعتماد داری؟ اعتماد داری بچم؟ میخوایم اعتماد کنم اما میخوایم اعتماد کنم پدر. پس همیاله به می آدرس که میگم بیا گوش کنی و پلیس زنگ نزنی. امکان داره که دیگه هرگز ابراهیم نبینی. گوش کنی و پلیس زنگ نزنی. گپ بزن. بگو که نواسم کجاست؟ او کجاست؟ بگو دیگه. از ما که بهتر خودت میفهمی. من انتقام سانما گرفتم. ای به عقل میفهمه که طفل کجاست. بانن که ما گپ بزنم شاید بتونم او را قانع بسازم. هلیف تو نمیفهمی. ای آدم با گپ نمیآید. یک بار امتحان میکنیم. ذهنت مخشوش میسازد. این موضوع بسیار استاد است. اجازه نمیدم. وعده میکنم.
لطفاً به خاطر ابراهیم. خوب است. دو روز میشه که بچه من ندیدیم. 2 روز میشه که ده حسرت دیدنش هستم. لطفاً این بازی را خاتمه بدین. بگوین که او کجاست. لطفاً تمام این بازی ها را ختم کنین. ما بسیاری یک غم بزرگ سپری کردیم. درک میکنین نی؟ اما لطفاً باورم کنین در مرگ سنم ما هیچ گناهی نداشتیم. ما حتی کوشش کردم که او را نجات بدم. باور کنین. عذر میکنم. عذر میکنم. مرا به این قسم جزا نده. من مستحق این نیستم. بگوین بچیم کجا؟ لطفاً بگوین دیگه. تو خوب هستی؟ خوب هستی؟ بچه تشکر از اینکه آمدی. به خاطرتون آمدیم. به خاطر الیف آمدیم. بیبی دینیس، من راست میگم. تو باید بالای ما باور کنی، درست است؟ الیف تو خوب هستی؟ ببینم. دینیس چیزی نشده. دینیس چی گپ است؟ الیف تو خوب هستی؟ تو خوب هستی؟ بسیار ترسیدم الیف. بسیار درد داره. این طرف بیا. گفتم گپ بزن. نواسم کجاست؟ نواسم کجاست؟ گپ بزن. نواسم کجاست؟
تو خوب هستی؟ کم خنک میخورم به عقل. میرم موتره میبینم، اگر کدام کمپل بود برات میارم. اینجا بیا. بیا. ما میفهمم که طفلت کجاست. سرک شماره 12 در منطقه کواجام. سنجر طفلت در اونجا پنهان کرده. کلیدش هم در جیبش است. برو طفلت بگی و مرا از این غم خلاص کو. عجله کن. خدایا من چی کنم؟ سنجر! ایلیف چی شده؟ قدرت کارای آدرسی یک جای گفت. ابراهیم همونجاست. دنیز هر چی زودتر باید اونجا بریم. درسته سلام باشید. برین در اونجا چی رو پیدا خواد کردین ها؟ صبح بخیر جنرال صاحب. شب بخیر گذشت؟ تانستن راحت بخوابین جنرال صاحب؟ میخوایم کمی امرایتان گپ بزنم. با گفتن چی مانده احمق؟ ما بسیار چیزا با گفتن دارم. نواسم کجاست؟ دا جهنم. دا جهنم ها؟ دا جهنم. آل امرایت گپ میزنم. به نظرت او راست گفته باشه؟ نمیفهمم ایلیف. حالا که رفتیم خواد دیدیم. نام منطقه چی بود؟ به کواجا میریم. اشتراک شماره 12. ایلیف تو مطمئن هستی؟ بله. چرا قسم میپرسی؟ یه آدرس خانه پدرکلانم است. پدرکلانم در اینجا زندگی میکنه. آله مغزتا میکشم مغزتا. صبر کن. ما خبر شدیم که معشوقه ایجا کی بود. تو بودی سنجر جان. تو نبودی ها؟ تبتم بچه تو بوده. حالا گردانتا مشکنانم. حالا منتظر نباش. مرا از بین ببر. اگر نه تو را قسم جزا باتم که در زندگی کسی نداده باشه. مرا بکش. ای مار کثیف. حال خودم گردانتا مشکنانم.
ما بچم با طفل خود نمیرسم. با همین خاطر تو باید زنده باشی. آدم آدم لوده. این دروازم قفل است. حالا چی کار کنه؟ ایره از جیب کرتی پدرت گرفت. دینی زود شو، عجله کن. دنیز یز ابراهیم است. سانجار بیادر تو هستی؟ اینجا بیا احمق. بیا. بچم کجاست؟ گپ بزن بچم کجاست؟ من نمیفهمم کو کجاست. احمق تو را از بین میبرم. میکشمت. بگو بچم کجاست؟ با خدا نمیفهمم. چند روز پیش اینجا همراه ما بود. او را به سنجر بیادر تسلیم کردم. بعد از ایش دیگه مربوط من نمیشه. من تنها منتظر پولم است. دنیز گپ بزن آدم احمق. گپ بزن. نواسم کجاست؟ بگو. اگر نه از اینجا زنده بیرون شده نمیتونی احمق. اول من جسد تو را از اینجا بیرون میکنم. پدر دوست داشتنی. ای بار پدرم با دستای خودم از بین میبرم. از دست من نجات پیدا نمیتونم. تیبت بچم باور کو میخواستم در یک زمان مناسب کل چیزا برات بگویم. وقتی که همه چیزا برام میگفتی پس چرا مادرم به قتل رساندی؟ قسم میخورم که من مادرت به قتل نرساندم. بابا دروغ نگو. در طول بکس موتر جسد مادرم است. در طول بکس جسد مادرت است؟ تو چی میگی؟ تو فکر کردی که هیچ کس خبر نخواد شد ها؟ فکر میکردی که هیچ کس از این گپ خبر نخواد شد؟ همین قسم فراموش میشد. بیبی ما نمیخواستم از تمام گپای قسم خبر شوی. نمیخواستم قسم خبر شوی. تو مادرم کشتی. ما تو را میکشم. نه خیر. ما باید با دستای خودی را از بین ببرم. اوهو بسیار عالی. حال خانواده مکمل شد. یک پدر، دو بچهش. بسیار عالی است. دینیز تو چی میکنی؟ اسلحه را پایین کو. تو هم تبت. شما چی میکنین؟ شما دیوانه شدین. چی میکنین؟ دنیزی کارو نکن. دنیز
بمار تو مستحقی بودی بمار دگاه میخوایی که قدرت کارای فریب بدی الیف دخترم مرا کمک کن بزنش تبت بزنش این قاتل مادرت است دگاه بزنش تبت این کارو نکن صبر کن هوش کنی این کارو نکنی صبر کن پدر بچیم کجاست؟ خواهش میکنم بگو بلیاز خدا برم بگو پدر بچم دنیز این یک بازی است بازی قدرت است نواسم ابراهیم او اختطاف کرده این مار کثیف او را اختطاف کرده من دیوانه خود شدم میلیف دیوانه نمیفهمم دنیز ما دیگه نمیفهمم بالای کی اعتماد کنم احمقا شما باید جزای خود ببینین اردیتون به زندان خود رفتین طفلتان هیچ وقت دیده نمیتونین چی میکنی به عقل استاد شو زیاد گپ نزن گفتم چی میکنی استاد شو احمق حرکت کو دنیز کجا میری دنیز میخوای چی کنی در موتر کدام کسی است یمو بیشرفی است که ابراهیم اختطاف کرده بود باز کو دروازه را احمق باز کو تو دیگه دستگیر شدی من جزای تخواد دادم باز کو دروازه را آرام باش خویتا بخو هیچ کسی نزدیک نشه اگر نه قدرت کارای از بین میبرم دنیز خواهش میکنم اشتباهی نکنه لطفا این کار نکن او را الا کن الیف ما باید تغییر کنیم هنوزم نفهمیدی در مقابل این انسان ها تک و تنها ماندیم بیچاره هستیم حتی کمک نمیکنن که بچه ما رو پیدا کنیم نمیبینی؟ دور شوین اگر نه قدرتکارای از بین میبرم تا زمانی که قدرتکارای نگویا بچه‌م کجاست از اینجا جای رفتن نمیتونن این کارا نکو بیادر اونا تو از بین خود بردن با گپش گوش نکنین هر دویشان از بین ببرین کار تو تمام از قماندان دنیز از اینجا زنده برآمده نمیتونی قدرتکارای رها کو و تسلیم شو دنیز خواهش میکنم نمیخوایم ترام از دست بتم لطفا دور شو الیف سر ما اعتماد داشته باش بچه ما رو پیدا میکنیم هیچ کسی نزدیک نشه در موترایتان بالا شده از اینجا بره اگر نه قدرتکارای از بین میره و حسابی کار دادن نمیتونه با گپش گوش نکنین هر دویشان از بین ببرین دانه بسته کو الیف ایره چی شده؟ دنیز سرش حمله آمده دنیز سرش حمله آمده میگم وارد عمل می مرا تعقیب یک دقیقه صبر کن ببین ما میتونیم این کارا با آرامی حل کنیم چی رو حل میکنی اردام نمیبینی او شوخی نمیکنه بسیار جدیه قدرت از بین خود برد خدای حال چی کنه دنیز لطفا یک کار کن دنیز اگه ما رو دستگیر کنن بچه ما رو نمیتونیم پیدا کنیم ما برای تو آدمتون که بچه ما پیدا میکنم داخل میری حرکت دنیز از جا چور نخوری دستایت بالای سرت بان
استاد شو اگر فایر میکنم. به فابریکه سابقه یک امبولانس روان کنه. استاد شو اگر فایر میکنم. تاوانی کارت خود پرداختی. از تو شکایت میکنم. ما هیچ کاری نکردیم که تاوانش بدیم. هر کاری که از دستت میای انجام بده. فکرت باشه که صدایت نکشی. کافی است که گریه کنی. من همه چیز حل میکنم. او خدای من، این طفل چقدر شیرین است. بیا الیف. بشین. خوب هستی؟ اختطاف کردن یک نفر بسیار جرم بزرگ از خانم الیف. شما و کسایی که در این جرم شریک بودن جزا میبینن. 3 روز میشه که طفل ما گم است. برین او را پیدا کنین. کسایی که او را اختطاف کردن پیدا کنین. قدرتکارای طفل ما اختطاف کرده. این را شما بسیار خوب میفهمین. ما از او شکایت میکنم. شما وظیفتان انجام بدین، ازش تحقیق کنین، سرش فشار بیارین تا بگوید که بچه‌ام کجاست. یک باری خانم آرام شوه، بعدن گپ میزنیم. این موبایل دنیز است. موبایلش از پیش رفت داده بود. بله؟ بله شما کی هستین؟ ما عامر اردام هستم، دوست دنیز. ما به خاطر ابراهیم زنگ زدیم. به خاطر ابراهیم؟ لطفاً بگوین بچه‌ام کجاست؟ به یک خانواده خارجی فرزندی داده خواهد شد. به نظرم یک خانواده انگلیسی است. فرزندی؟ بله گفتم کی هستین؟ ابراهیم کجاست؟ اونا فعلا در هتل سرخ هستن آقا اردام. عجله کنین. بله. ما درست شنیدم اردام. بچه ما با کس فرزندی میتن. او یک چیز نخواد شد الیف. حالا بریم. تو در اینجا چی میکنی؟ ما را عامر مجید روان کرده. گفت ببین که چی میشه. این کار تمام نشده قدرتکارای. این کار تمام نشده. مریضی شما بسیار جدی است. نمیخواین که باور کنین اما وضعیتتان واقعا خراب است. کدام راه حلی نداره دکتر صاحب؟ هیچ کدام تداوی چیزی نداره؟ مریضی بسیار پیشرفت کرده اما بازم میتونم انتقال مغز استخوان برش انجام بدم. شما اولاد دارین؟
آقا قدرت یک دختر داشته اما چند وقت پیش او را از دست دادیم متاسفانه. بس آقا رو به درجه یک ندارین ها؟ از امنیت استانبول در هتلتان کدام خانواده انگلیسی زندگی میکنن؟ بله اونا دیروز آمدن. خدایا این حقیقت داره. شماره اتاقشان چند است؟ حالا زود باش. در هتلتان اطفال فروخته میشه، شما خبر نمیشین. بچه‌م از اینجا فرار کردن. شما کسی را در حال بیرون شدن ندیدین؟ نه خیر آقا ندیدیم. ما کجا میریم؟ با مدیریت و ثبت احوال نفوس. مدیریت ثبت احوال نفوس؟ بله. نتیجه خانم خارجی معلوم شد. اون طفل دیگه مربوط خانم خارجی میشه. شوهری خانم به نام خود برای یک تذکره میگیره. همه چیز رسمی میشه. آره دیگه طفل از اینا هست. حتما این خانواده نمیفهمه که طفل خطاب شدگی است. هرگز نمیفهمه. فکر میکنن از طفل مراقبت کردن نمیتونستن، به او خاطر به اینا دادن. آفرین به شما، بسیار خوب فکر کردین. بله این هوشیاری قدرت کارایی است. ما در تمام زندگیم کوشش کردم که احمقا را از بین ببرم. حال به اونا محتاج میشم ها؟ هرگز. تو میموری قدرت، لطفا این را بفهم دیگه. تو میموری. یک نفر دیگه پیدا نمیشه که مرا کمک کنه، اما تو نیست ها؟ تو نشنیدی که دکتر چی گفت؟ حداقل 1 ماه یا 2 ماه وقت داری. چرا نمیفهمی؟ ببی طرف ما ببی به زود طفل در پیش ماست. خونشم میگیریم و زود به لابراتوار روان میکنیم. الیف آماده است هر کاری به خاطر طفل خود انجام بده. هر کاری. دیگه هیچ راهی نداریم قدرت. خدا لعنتت کنه. بس از دیگه، بس از کم از عقلم از دست بتم. هر بار که به اون نزدیک میشم فکر میکنیم او را به دست میارم. او آدم از پیش ما فرار میکنه. ما نمیتونیم با او آدم ها مقابله کنیم. کی است؟ کی زنگ زده؟ چی میگه اردام؟ اونا طفله با مدیریت ثبت احوال نفوس بردن. چی؟ با مدیریت ثبت احوال نفوس؟ الیف اونا طفله با نفوس خارجی ها ثبت میکنن. در موتر سوار شو. حالا سلام مامور صاحب، خسته نباشه. ای باید خلاص شود. خانواده خارجی است، نباید منتظر باشه. بسیار شیرین است، هموطن نیست؟ این یک کابوس است. هیچ وقت نمیتونم از این کابوس خدا نجات بدم. طفل ما از پیش اونا گرفته، نمیتونم. ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. من دیوانه میشم. الیف آرام باش لطفا. ما برات وعده میتم که امشب ابراهیم پس دوباره برات میگیرم. ما با آغاز قصه برگشتیم به شروع قصه. اگه ما هم سالها طفل ما پیدا کردن نتونم، ما چی رقم این وضعیت تحمل کنم؟ باش خاله جان کمکتون کنم. آی زنده باشی بچیم. خداوند دست و روزی باشه. قربانت شوم.
شنایی سنجر میگن ایجاره تو به قتل رسوندی؟ هیچ قابل باور نیست. چطیا تسمت نیست. سنجر یک چیز بگو. سنجر بگو دروغ است. بگو که تهمت میکنن. سنجر ایجا و تو مادرم بعد از یک عروسی کرد همراه کسی دیگر رابطه داشت. یعنی یک قسم یک چیزی به شما نگفته بود؟ تبت جان یک سوال بیجا است. ما خیره نمیفهمم. تو باید این موضوع را امرای مادرت گپ بزنی. چرا امرای خودش گپ نمیزنی؟ کاش میتونستم. او دیگه زنده نیست. چی؟ مادرم مرده. دروغ است. ای چطور امکان داره؟ این کار کی انجام داده؟ کدام غلط فهمی شده تبت؟ همراه هر کسی که رابطه داشته امکان داره همون کار کرده باشه. چطور این کار امرای مکدی؟ من مستحقی نبودم سنجر. من تو را زیاد دوست داشتم. من هیچ وقت از تو منصرف نشدیم با وجود تمام کارهایت که با من انجام دادی، با وجود حرصی که داشتی، با تمام دروغایی که گفتی، بازم تمام کارهایت نادیده گرفتم. من از تو هیچ وقت منصرف نشدم سنجر. تو چطور این کار امرای من تانستی؟ شنایی بچه ما، مسلک ما، کل چیز ما از دست دادم. همه چیز ما از دست دادم. اما یک چیزی که مرا زیادتر میترسانه ای است که تو را از دست ندم. مرا ترک نکن. مرا ترک نکن. ترک نکن. بعد از امروز هرگز چهره من نخواد دیدی. هرگز. شنایی لطفا نرو. مرا ترک نکن. ای کارا نکن لطفا.
این کار نکن. بفرمایین جنرال صاحب. طفل با اونا نتین. اما جنرال صاحب کارش در حال تمام شدن است. چیزی که گفتم انجام بده. ما با او طفل ضرورت دارم، فهمیدین؟ اطاعت میشه جنرال صاحب. این کارهای شبیبی فقط که بازی طفلانه است. حالا دیگه کم سرعت بگی. حالا زود شو. نوشته که کمی عجله کنین. ما رسیدن نخواد بتانیم، اونا باز از پیش ما فرار خود کردن. اوف خدایا خودت کمک کن. ایش چه قسم طاله است. همیال باید ایراون میشد. چی گپ است؟ خدایا خودت کمک کن. خدایا کجا میری لیف؟ از اینجام رفتن. رسما همراه ما بازی میکنن. او آدم کسی که برام زنگ میزنه و پیام روان میکنه شاید یکی از اونا باشه، شاید نفر قدرت کارایی باشه. تو میبینی اونا به حد بی‌وجدان هستن. بسیار متاسف هستم الیف، بسیار متاسف هستم. کی هست؟ نمبر ناشناس است. بله ما قدرت کارای هستم. میخوایم امرای الیف گپ بزنم. قدرت کارایی میخوایم امرای تو گپ بزنم. کوشش میکنی مرا دیوانه بسازی؟ با گرفتن تمام کسایی که دوستشان دارم میخوایی مرا از بین ببری. اما ایره باید بفهمی هر قدر که بخوایی به من ضرر برسانی من به همون اندازه قدرتمند میشم، چرا که خداوند همراه من. او همیشه مظلوما را کمک میکنه. بعد از اینکه من اقدر صبر کردم او حتما برام یک راه حل پیدا میکنه. صدای من میشنوی؟ الیف هر چی زودتر خدا اینجا برسان. میخوایم در مورد طفلت امرای گپ بزنم. بله. الیف چه گپ شده؟ مرا به شفاخانه خواست، گفت در مورد ابراهیم گپ میزنیم. من باید برم. پدر بیدار شو. پدر. نه دنیز بچم تو خوب هستی؟ گفتن که تو فرار کردی. اونا با تعقیب تو هستن. طفل از دروازه عقب داخل بسازین و مستقیما او را به اتاق لابراتوار ببرین. فهمیده شد؟ بیبی بیا که بعد از این پشت اونا رو رها کرده چیزی که میخوایم ازشان بگیریم بعدشان باریم که برن زندگی خود کنن. پس از ژاله تا زمانی که من زنده هستم نه الیف و طفل خود رسید و همچنان نه دنیز. میفهمی که چی میگم؟ خوشحالی اونا مرا نارام میسازه. نارام
نارام میسازد ژالا، میفهمی؟ فهمیدم عزیزم. میفهمی بزرگترین غمه که الیف باید بکشه چی است؟ قسمه که الیف به ما وعده میته ما مغز استخوان او را میگیرم، اما قسمه که ما به او وعده میکنم طفله برش نمیتم. ژالا، الیف باید غم ببینه و هم بسیار غمای بزرگ بازو وقت. بازو وقت. ما بسیار خوشحال خواهد شدم ژالا، بسیار خوشحال. هیچ برام مهم نیست که چه کردی. تنها چیزی که برام مهم است که بچه چه قسم پیدا کنم. برام بگو بچه‌م کجاست. دنیس، چرا مرا درک نمی کنی بچم؟ چرا بالایم اعتماد نمی کنی؟ ای بازی قدرت است، ما را به جان هم دیگه انداخته. بیازو از اول امی نقشش بود. پس برام بگو من چه قسم میتونم بچه ما پیدا کنم؟ ابراهیم چه قسم پیدا کنم پدر؟ به گپم گوش کن. او قدرت کارای مار در مرکز پلیس یک نفره داره، یک بازرس است، همون نفر که امرای اردا یک جای کار میکنه. من میفهمم که او کی است. او مراقب کارای کثیف قدرت میباشه. بسیار درد دارم بچم، بسیار. ای درد مرا از بین میبره بچم. او را پیدا کنی. دنیس، متوجه خودت باش بچم. آله برو. متوجه خود باش. تو استاد شو. من با تعقیب یک شخص مشکوک هستم. خروجی ها را ببندین. تو طرف ببین، تو هم پشت سر ببین. نه سوده جای نیست. کجاستی قماندان؟ کجاستی؟ گپ بزن احمق. بگو بچه‌م کجاست؟ زندگیم به نظرت الیف اینجا خط آمد؟ او به خاطر طفل خود عطا از زندگی خودم تیر است. ایره میفهمی ژالا جان یا نه؟ داخل بیا. اوه مام در مورد تو گپ میزدیم مادر فداکار. اینا آمدم هر گفتنی که داری بگو زود شو. ما را تنها بانین. درست است اردم، مشکلی نیست. الیف، تو مرا زیاد دعای بد کردی ها؟ نه خیر، او قسم یک گپ نیست. تنها تو را به خدا سپردیم. او خودش بهتر میفهمه که همراه چی کنه. گپ بزن احمق. ها؟ بگو بچه‌م کجاست؟ گپ بزن نه؟ ما از بسیار کارا پشیمانت میکنم. من میفهمم که تو نفر قدرتکارای هستی. بگو بچه‌م کجاست؟ استاد شو احمق. استاد شو.
دکترها گفتن که من بسیار وقت کم دارم. من سرطان دارم. چی شد؟ خوش شدی؟ نه خیر، خوش نشدم، اما متاسفم نیست. با ما باید مغز استخوان انتقال داده شود. خب این به ما چی ربطه داره؟ تنها اقاربه که برم زنده ماندن تو بچه هستین. تقدیر بیبی، ما به خاطر زنده ماندن به تو محتاج شدیم. اگر خونت به ما مطابقت داشته باشه بچه تا برات پس میتم. اما اگر خونه بچه مطابقت داشته باشه چی؟ بچه بیاز و پیشم است. برای اردیتان ضرر نمیرسانم. این طرف هستن. گپ بزن به عقل. گپ بزن بچم کجاست؟ اگه نمیکشم. از این طرف صدا اومد. از ما فرار کردن نمیتونی. باز پیدایت میکنه، فهمیدی؟ حالا برو احمق. شما خوب هستین؟ دبستر مرگم نمیتونی که از بدی ها دور باشی. همه تو نیست. قلب تو به این اندازه تاریک است. تو هیچ وجدان نداری. وجدان یک چیز مورد ضرورت با فقیراست. آدم هر قدر که قدرتمند میشه به این چیزا بی‌نیازتر شده میره. دقیقاً. ابیبی تو چقدر قدرتمند هستی، اما بازم خداوند تو را به من محتاج ساخت. تو نمیبینی؟ ما برات یک پیشنهاد کردم، جواب بده. درست است. من خونه من معاینه میکنم، اما من میفهمم که خونه من مطابقت خواهد داشت. تو حتما محتاج من میباشی. در بیرون افراد ما هستن، برشان بگو که تو را به مرکز آزمایش خون ببرن. تو به خاطر که به ما ضرورت داشتی منصرف شدی. اگر نه واقعا تو بچه ما به عنوان فرزندی به یک خانواده خارجی میدادی. تو این از کجا میفهمی؟ یعنی که در بین ما یک جاسوس وجود داره؟ زود باش همراهیم بیا. طفل به شفاخانه است؟ تمام شفاخانه را بپالین. امکان داره طفل در شفاخانه باشه. عجله کنید.
برفین یادت برفین خواهر قربان چاومی قسم نکن. تو نمیفهمی که من تو را چقدر دوست دارم؟ اگر دوستم میداشتی گپ ما قبول میکردی، از من منصرف نمیشدی. برفین کی گفته که ما از تو منصرف شدیم؟ دوران بلی از خدا غرضش نگی. بیشرف دوران تو احمق به خود مینازی بچی بی حیثیت. دوران این کار نکن. بگو دوران تو امو کسی نیستی که در خانه منو کری میکنی؟ تو از نانو نمک ما میخوری؟ امو کس نیستی؟ با کدام جرات به برفین چشم دختی ها؟ با کدام جرات؟ دوران بگو بیشرف.